ویدیو رو دیدی؟ این حکایت زندگی ما هم هست که خیلی رحم میکنیم، آخر که پا میگیرن میزنن دهن ما رو میگن خیلی کسکشن. پس چه نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم که به کسی رحم نکنیم. اما اول باید خوار بعضی ها رو گایید. بعضی ها تو ذاتشون اصلا خوبی نمیسازه، بهشون که خوبی میکنی اذهال میگیرن. یکم که پا میگیرن خارکستا، همونایی که بهشون حال دادی همونا اولین نفری هن که وایسادن تو صف کی رو خشکه بکنن تو کونه آدم. مادر جندن بلا نسبت همه خوبا.